قانون فیفا درباره وضعیت سرژوریه چیه؟ ستاره‌های جدید استقلال در تهران. درخواست سپاهان از بقیه بازیکن‌های پرسپولیس هم تست پزشکی بگیرید. صحبت‌های پزشک پرسپولیس درباره سرژوریه. سرژوریه قبل از تست پزشکی با پرسپولیس قرارداد بست. وقتی در تهران آزمایش داد، جواب هپاتیتش مثبت شد. دکتر زرینه میگه همین موضوع باعث شده کمیته انضباطی مانع حضورش بشه. ولی متخصص‌های مطرح مثل دکتر مهرز و علویان تاکید کردن بازی کردنش هیچ مشکلی نداره. او اضافه کرد اوریه قبلا هم در پاریس سن ژرمن و تاتنهام با همین شرایط بازی کرده. یعنی باشگاه‌های بزرگ دنیا هم اجازه دادن. راه انتقال هپاتیت هم خون و ترشحات داخلیه. پس احتمال انتقال در زمین فوتبال خیلی کمه. زرینه گفت در گذشته هم بازیکنی به نام اوساله به خاطر هپاتیت قراردادش فسخ شد، اما همون بازیکن بعدها در تیم‌های دیگه بازی کرد. در نهایت تاکید کرد که باید به نظر متخصصا اعتماد کرد، نه تصمیم‌های کمیته انضباطی. اینو تو پرانتز بگم، همین بازیکنی که گفت یعنی اوساله بعد از فسخ با پرسپولیس توی لیگ الجزایر بازی کردن، ولی دیروز چند تا رسانه مدعی شده بودن که این بازیکن بعد از فسخ با پرسپولیس دیگه نتونسته به فوتبالش ادامه بده. یه نکته خیلی مهمم بگم، اول جمله زرینه رو دقت کنید. گفت اوریه قبل از تست پزشکی قرارداد بست. بعد از اومدن تهران مشخص شده هپاتیت داره. اصلا به هیچ وجه باشگاه‌ها نباید قبل از انجام تست پزشکی قرارداد ببندن. فریختگان توی یکی از مطالب دیروزش نوشته بود طبق بند 18 قوانین فیفا کمیته انضباطی میتونه اجازه بازی به بازیکنی که هپاتیت داره رو نده. اما ما هرچی دنبال همچین قانونی در فیفا گشتیم چیزی ندیدیم. حالا اگه شما اطلاعاتی در این باره دارید حتما تو کامنت‌ها بنویسید. حتی یه جا خوندم که اگه بازیکن هپاتیت نوع بی داشته باشه میتونه برای تیمش بازی کنه، مشروط بر اینکه اطرافیانش واکسن زده باشن. فریختگان در ادامه مدعی شد که در بدن اوریه 57 ویروس زنده وجود داره که برای درمان این بیماری باید حداقل این بازیکن 6 ماه زیر نظر متخصصان تحت درمان باشه. خبرگزاری فارس هم مدعی شد آزمایش‌های پزشکی وجود 57% هپاتیت فعال در بدن این بازیکن رو تایید کرده. هپاتیت فعال به معنای تکثیر ویروس در بدن و درگیری بخشی از سلول‌های کبدی و تا زمان کنترل سطح ویروس فرد اجازه بازگشت به فعالیت‌های حرفه‌ای نخواهد داشت. یک گواهی هم از خانم مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی در فضای مجازی منتشر شده که نوشته اوریه برای حضور در مسابقات مشکلی نداره. حالا هر اتفاقی که میخواد بیفته، هر تصمیمی که گرفته میشه، امیدوارم سلامتی بازیکن‌ها رو در نظر بگیرن. وقتی بحث سلامت انسان وسطه، اصلا فوتبال دیگه مهم نیست. من دیروز اتفاقی چند تا تیتر خبری و کامنت توی فضای مجازی دیدم، خیلی ناراحت کننده بود. خیلی‌ها به هر دلیلی بیماری این بازیکن رو مسخره می‌کردن. یه لحظه خودتون رو بذاری جای اون آدمی که این بیماری رو داره، چه حالی بهتون دست میده؟ روی اواخر تقریبا اردوی ترکیه اضافه میشه پرسپولیس و عجیبه که تست ازش نمیگیرن قبل از اینکه قرارداد ببندن. میاد تهران، بعدش یه روز تهران 2 روز میره دبی، یعنی 2 روز دیگه هم میس میکنن پرسپولیسیا، تست ازش نمیگیرن، در حالی که از باکیچ گرفته بودن. ما اینکه اوریه چندین ماه بود که فوتبال بازی نکرده بود، خیلی بیشتر از باکیچ که فرض فقط بازی میکرد، چندین ماه فوتبال بازی نکرده بود، ازش تست رو نمیگیرن، میاد و قراردادش میبنده و تمام. اینجا که تست میده، تستش مثبت میشه، تازه تمام این قصه ها رو میشه که آقا چیکار باید کرد چیکار نباید. اما یه توضیح بدم، این یه مقاله بچه‌ها میذارن اینجا، شاید از آخرین و کامل‌ترین مقاله توی این زمینه باشه راجع به فوتبالیست‌ها، ورزشکارهای حرفه‌ای. حتی توش اشاره میشه که مثلا ورزش مثل فوتبال و راگبی برای کسایی که مشکل هپاتیت دارن، هپاتیت تو بدنشون هست، اگه این لود ویروس زیر 200 باشه، اونا میتونن بازی بکنن، میتونن مسابقه بدن. یه سری اشتباهات مثل اشتباه رزمی و کشتی و اینها اگه مثبت باشه اصلا نمیتونن بازی بکنن. ولی یه سری ورزشکارا مثل سرژوریه، این سوال مهمی که مطرح میشه که چرا حالا مثلا تو تاتنهام بازی کرده که خود پزشکی پرسپولیس گفته، آقا تو پاریس سن ژرمن بازی کرده و الان نمیتونه، دلیلش اینه که موقعی که ورزشکار دارو مصرف بکنه و این لود ویروس تو بدنش بیاد زیر 200 که احتمال انتقالش میشه 1/1000 در واقع درصد انتقال پیدا میکنه که در حد 0 تقریبا، اون موقع میتونه بازی کنه. ولی الان برای اوریه 56000. ولی دلیلش چیه؟ این تو پاریس سن ژرمن و تو تاتنهام دارو مصرف میکرده انگار که بتونن این لود ویروس رو پایین نگه دارن و خیلی راحت کارشو انجام بدن. ولی تو گالاتاسرای انگار دارو قطع میشه توی ترکیه و همین باعث میشه که لود ویروس بره بالا. و جواب این سوال که چرا تو تاتنهام بازی میکرد، چرا توی پاریس بازی میکرد و مشکلی نداشت، الان مشکل داره اینه. حالا الان هم اگه بخواد شروع بکنه به مصرف داروش، حداقل 3 ماه طول میکشه تا اینکه دارو اثر بذاره، بیاد پایین، این لود بالای ویروسی که وجود داره بیاد پایین و 3 ماه
اوریه طبق قانونی که ما داریم نمیتونه بازی کنه. قانون چیه؟ اینه، یعنی توی آیین‌نامه‌ای که سازمان لیگ داره این بنده فکر کنم ماده 34 باشه، بنده یکش میگه که آقا مرجع ایفمارک هم میگه آقا این باید بیاد پایین تا ما بهش مجوز بازی بدیم، اون لوده باید بیاد پایین. اینم حداقل 3 ماه طول میکشه بعد از مصرف دارو تا اینکه این اثر بذاره روی لوده. حالا داستان بعد، پس اینکه تا 3 ماه نظر اینه که ایشون نمیتونه فوتبال بازی کنه و تمام. این چیزی که الان ایفمارک داره میگه. و اینکه نکته دیگه راجع بهش سپاهانه و اینکه پرسپولیس سپاهان برگزار میشه، به نظر میاد که سپاهانی‌ها پیگیری هستن که آقا این تیم که میخواد بیاد جلو ما بازی کنه خودشون باید تست بدن، همشون بیان جلو بازی کنن، چون با این بازیکن تمرین کردن، در تماس بودن، در واقع ممکنه که در واقع سرایت کرده باشه بیماری و اینها، و پرسپولیس دنبال اینن که یه تست کامل قبل بازی سپاهان بدن و غیر از اوریه نشون بدن که همه بازیکن‌ها تستشون منفیه، بعد بازی سپاهان پرسپولیس رو برگزار بکنن. این 3-4 تا در واقع سوالی بود که داشتید، که فعلا نمیتونه بازی کنه انگار حداقل تا 3 ماه که داروهاشو شروع کرده، فکر کنم چند روزی است که دارو داره مصرف میکنه برای اینکه لوده بیاد پایین. و خیلی گفتن چند تا بازیکن دیگه نمیدونم با هپاتیت بازی میکنن، دلیلش انگار این بود که اونا تو با مصرف دارو اینو پایین نگه میدارن. فوتبالیست بسیار خوبی هم است، قابل احترام. دومیش راجع به بازی پرسپولیس سپاهان که برگزار میشه یا نه، اینکه احتمالاً پرسپولیس فردا تست خواهند داد همشون تا تکلیفش مشخص شه، جوابشو بدن به ایفمارک و بازی دوشنبه رو برگزار بکنن. ولی سپاهان هم پیگیر این بود که ببینه تکلیف بعدی پرسپولیسیا چی میشه. این مقاله رو حالا کاملش نامه سپاهانی‌ها به فدراسیون فوتبال وضعیت سلامتی بازیکنان پرسپولیس را تایید کنید. طبق آخرین اخبار باشگاه سپاهان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواستار بررسی فوری سلامتی بازیکنان پرسپولیس شده تا خطری برای بازیکنان این تیم در بازی روز دوشنبه وجود نداشته باشه. سپاهانی‌ها در این نامه به فدراسیون اعلام کردند که اگه مدارک سلامتی پرسپولیسی‌ها که با اوریه در ارتباط بودن را نشون نده، ممکنه حتی از حضور در بازی خودداری کنند. در این بین شنیده میشه فدراسیون اطمینان داده با منع حضور اوریه در تمرینات سایر بازیکنان پرسپولیس در سلامت کامل هستند. گاف درویش: امیری میتونه پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس رو ببنده. طبق ادعای روزنامه گل، امیری با توجه به اقدام مدیران باشگاه که به منزله فسخ یک طرفه تلقی میشه، میتونه علیه باشگاه پرسپولیس اعلام شکایت کنه و نه تنها از سرخ‌ها غرامت بگیره، بلکه باعث بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بشه که باید دید این اقدام از سوی وحید امیری انجام میشه یا نه. و اینم خدمت هواداری محترم باشگاه پرسپولیس من عرض کنم، من میتونستم خیلی رک و واضح و بی‌پرده میگم، به باشگاه هم گفتم من میتونستم 2 تا پنجره نقل و انتقالات باشگاه ببندم و غرامت اضافی بگیرم، چون اسم من بازیکنی بودم که 2 سال قرارداد داشت، 1 سالش مونده بود، از لیست در آورده بودم بدون توافق با بازیکن. من میتونستم این کار رو انجام بدم تا روز آخرم، چون نگه داشته بودن. حتی اگر آقای توتونچی من روز آخر به تلفنم جواب نمیدادم، تایم نقل و انتقالاتی تموم میشد، میتونستم شکایت کنم به فیفا. تایم نقل و انتقالاتی چهارشنبه 12 شب بسته شد. آره، چهارشنبه من 6 فکر کنم بعد از ظهر بود که توافق انجام دادم. واقعیتش من نمیدونم، تو باشگاه پرسپولیس آخه یه اتفاقایی میفته خیلی نمیشه دیگه واضح صحبت کرد. چه اتفاق؟ ولی ان شاءالله که درست بشه. ولی با همین رویه اگر ادامه پیدا کنه دیگه قهرمانی‌های سابق رو نمیتونه. یعنی آدمی خارج از باشگاه پرسپولیس هست که تصمیم فنی میگیره برای باشگاه؟ رد شیم از این سوال. آقا یه بله خیره دیگه. اینجوری کن، چون مافیا بازم هستی زبان بدن شما اینجوری کرد. خب چون در مورد باشگاه پرسپولیس این نکته هست که میگن بیرون از مجموعه باشگاه فردی است که تصمیم میگیره. شما الان میگید آقا بازی نکردن من فوتبالی نبوده، اینو میگی دیگه. بالاخره 2 بازیکن خارجی استقلال به تهران رسیدند و با استقبال هواداران این باشگاه مواجه شدند. این بازیکن‌ها بعد از ورود به تهران به ساختمان باشگاه مراجعه کردند و رسما قراردادهاشون رو امضا کردند. به کمپ تمرینی ناصر حجازی رفتن و پس از مدتی کوتاه درهای کمپ حجازی برای هواداران استقلال باز شد تا هوادارا از نزدیک تمرین استقلال رو ببینن. من فکر میکنم مهمترین نکته اینه که میبینم که هوادارا خوشحالن. این به نظر من برای من بالاترین خوشحالیه. خوشبختانه با تلاشایی که در واقع صورت گرفت در هم زمان مدیریت آقای نظری و دوستان هیئت مدیره، واقعا زحماتی که کشیدن، کمیته نقل و انتقالات، شکر خدا فکر میکنم که یکی از
تیم‌های خوب تاریخ استقلال رو در واقع داریم. حالا یکی دو تا بازیکن دیگه هم ان شاءالله فکر می‌کنم دیگه حداکثر تو ظرفیتی که داریم در واقع به اون اضافه میشه. فکر می‌کنم اسکواد ما از هر نظر کامل، میتونم بگم که هم یاران اصلی و هم حتی یاران ذخیره همه واقعا در حد نام بزرگ استقلال هستن و من امیدوار هستم که نتیجه این تلاش ها رو در واقع همه ما ببینیم و انشالله یه پایان فصل بسیار شیرین و دل خوش برای همه طرفداران و مردم ایران بازیکن خارجی امروز اونمایی شد. با توجه به اینکه گفته بودن ژانویه قرار بیان ولی بی سر صدا امروز اومدن تهران و قرارداد امضا کردن. بله خب زحمات همکاران و دوستان ما در واقع بود که قرار بود از نیم فصل در واقع این دوتا بازیکن بیان، ولی خوشبختانه با پیگیری ها و تلاش هایی که صورت گرفت و به هر حال خود سرمربی اصراری که داشت و اون درخواستی هم که جامعه هواداری واقعا از ما داشت نهایتا منجر به این شد که یه فرص زیادی بذاریم. تلاش خیلی در واقع شدیدی شد و خوشبختانه امروز شاهد بودیم که در واقع دو تا از بازیکنان خیلی خوب ما به ما پیوستن. با ارزش‌ترین بازیکنان لیگ ایران موسی جمپو در کنار استون اورونوف با پیوستن ستاره آفریقایی به استقلال، حالا او در کنار ستاره ازبک قرمزها با ارزش‌ترین بازیکن لیگ خواهد بود. دو وینگر سرخابی‌ها با ارزش بالغ بر 2 میلیون یورو بالاتر از کنعانی، ترابی و آلوز گرونترین بازیکنان در فصل آینده لیگ ایران خواهند بود. گرونترین فوتبالیست زن تاریخ فقط 1.5 میلیون دلار. لیزبت ژاکلین هافبک 25 ساله با قراردادی به ارزش 1.5 میلیون دلار به اورلاندو پراید پیوست و رکورد گرونترین انتقال تاریخ فوتبال زنان را شکست. رقمی که در مقایسه با فوتبال مردان رقم کمی به حساب میاد. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو چند تا نکته بگم. اول اینکه تو کامنت هایی که دیشب گذاشته بودید، از بس که بچهای من صدا کردن دیشب تو ویدیو، یکی گفته میخوای اول به کوچولو غذا بده بعدن بیا ضبط کن. به خاطر غذا نبود، ساعت 12:01 شب شده بود و نمیخوابیدن، هر کارشون میکردم. ویدیو هم داشت دیر میشد دیگه، مجبور شدم وقتی که بیدار بودن ضبط کنم و خوابشون میومد. صدای منم تا میشنون که میخوام شروع کنم به ضبط کردن بیشتر صدام میزنن. این مشکل من بود و اگه بخواستم بذارم خواب برن احتمالاً نمیرسید دیگه ویدیو به تایمی که بخوایم پخشش کنیم و مجبور بودم. اینم از مشکلاتیه که من دارم. امیدوارم که بتونید کم کم باش کنار بیایید. من که دارم کنار میام، امیدوارم شما هم کنار بیایید. خیلی ممنونم از همه کسایی که لطف دارن و اینقدر کامنت‌های زیبا و قشنگ میذارن. واقعا من تک تک میخونم، هر روز میخونم کامنت‌ها رو. فکر نکنید که نمیخونمشون. بعضی وقتا فرصت میشه جواب بدیم، بعضی وقتا فرصت نمیشه، ولی خب همیشه میخونیم. ممنون از شما. و یه نفرم یه کامنت خیلی جالب گذاشته بود که کلی خندیدم بهش. گفته بود که خانم تو که محکوم پرونده مس هستی و رشوه بگیر، حالا با دور زدن قانون و اخذ مجوز اومدی کانال به اسم یه فرد دیگه باز کردی و داری کثافت کاری میکنی. چطور مادری هستی که نون حروم به بچه‌هات میدی؟ اتفاقا من حلال ترین نون واقعا دارم در میارم، چون هیچ ربطی به این قضایا ندارم. من تنها ارتباط که نه، بیشترین ارتباطی که با فوتبال دارم اینه که همشهری مهدی قائدی و مهدی طارمی ام و بعد از اونم گوینده خبر ورزشی هستم. همینو بس. واقعا شما باور کردید که اون فاطمه حسینی که تو پرونده مس رفسنجان بود من هستم؟ اصلا اگه اشتباه نکنم اون آخر فامیلش یه پسوند داد و کلایی داشت. من فاطمه حسینی خالیم. داداش داری اشتباه میزنی. خب دوستان، اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، نظراتتون رو بنویسید توی کامنت ها و کانال رو هم حتما سابسکرایب داشته باشید. راستی اگه انتقادی پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید که چیکار کنیم کانال بهتر بشه و بیشتر دوست داشته باشید و به دوستاتون معرفی کنید. حتما برامون بنویسید. بریم سراغ ادامه ویدیو. از حضور در بزرگترین باشگاه آسیا خوشحالم. اولین صحبت‌های یاسر آسانی بعد از ورود به ایران. هواداران استقلال بسیار امیدوارند او در ترکیب تیم ساپینتو بدرخشه. به اندازه یک تیم کامل استقلال 11 ملی پوش داره. با اضافه شدن یاسر آسانی و موسی جمپو به لیست نفرات استقلال، حالا بی‌ها 11 ملی پوش در ترکیبشون دارن که در فیفا دی و بازی‌های تیم ملی امید تمرینات تیم رو ترک می‌کنن. ساپینتو باید در تعطیلات فیفا دی با ترکیب نصف و نیمه تیمش رو برای بازی‌های آسیایی و ادامه بازی‌های لیگ آماده کنه. البته جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف به دلیل مصدومیت در اردوی ازبکستان غایب هستند، اما فعلا و تا قبل از اعلام لیست نهایی تیم‌های ملی داکنز نازون از هایتی، روزبه چشمی ایران، موسی جمپو مالی، یاسر آسانی آلبانی، صالح هردانی ایران، ابوالفضل جلالی ایران، عارف آقاسی ایران، امیر محمد رزاقی نیا تیم ملی امید و سعید سرخیزان تیم ملی امید ملی پوشان استقلالند. ماشاریپوف زمان بازگشتش به میادین رو اعلام کرد.
جلال‌الدین ماشاریپوف با انتشار ویدیویی در صفحه شخصیش نسبت به اخبار مصدومیتش واکنش نشون داد و گفت پیام‌های زیادی دریافت کردم اما مصدومیت من خفیفه و حدود 1 تا 1.5 ماه دیگه به تمرینات برمیگردم و آرام آرام آماده میشم. لطفاً از انتشار اخبار دروغ جلوگیری کنید. این در حالیه که باشگاه استقلال قرارداد او رو در سازمان لیگ ثبت نکرده و منتظر مشخص شدن وضعیت او تا در صورت جدی نبودن مصدومیتش نام او رو به عنوان بازیکن آزاد ثبت کنه. تمیروف مهاجم سابق پیکان و پرسپولیس با قراردادی به اربیل عراق پیوست. این تمیروف با 1-2 گل زده توی ایران چقدر معروف شد. همچنان روزنامه‌ها پیگیر تیمای جدیدش هستند. باشگاه سپاهان طی تماسی که با حمید ابراهیمی ایجنت ایرانی پیانیچ برقرار کرد از آمادگی این تیم اصفهانی برای جذب این بازیکن خبر داد. محمد رضا زنوزی هم در حال آماده سازی یک پیشنهاد رسمی برای جذب پیانیچه. پیانیچ که اهل کشور بوسنیه سابقه بازی در یوونتوس و بارسلونا رو در کارنامه داره و در ترانسفر مارکت 2 میلیون یورو قیمت گذاری شده. کیوان بابادی مدیرعامل استقلال خوزستان گفته که احتمالاً پنجره نقل و انتقالاتی ما به دلیل شکایت مرالیویچ مربی سابق این تیم بسته شده و باید $30,000 به ایشون پرداخت کنیم. اما قرارداد بازیکنانی که تاکنون به خدمت گرفتیم کاملاً ثبت شدن و مشکلی برای بازی ندارن. طبق ادعای فوتبالی دنیل بسا برای حضور در ایران و استقلال از فرهاد مجیدی مشورت گرفته و مجیدی به او توصیه کرده به استقلال بپیونده. اگه هایلایت بازیاش رو ببینین مشخصه که بازیکن با کیفیتیه. معمولاً هم تو پست شماره 8 بازی میکنه. آخرین باری که مصدوم شده هم برمیگرده به 4 سال پیش. سایت ترانسفر مارکت احتمال انتقال لورنتیو پوپسکو دروازه‌بان رومانیایی رو به تراکتور 100% اعلام کرد. از خرید بازیکن جدید پرسپولیس هم زیاد اخباری منتشر نمیشه. اصلا درست مشخص نیست درویش ایرانه یا نه. البته گفته میشه درویش داره چرا خاموش با چند تا بازیکن مذاکره میکنه. حتی بعضی از رسانه‌ها گفتن که احتمالاً 3 تا بازیکن خارجی بگیره. یکی از بازیکن‌ها گفته میشه جانینی مهاجم کیپ وردیه. این مهاجم فصل گذشته در تیم الفتح عربستان حضور داشته و سابقه حضور در ترابزونسپور ترکیه، الاهلی عربستان و بنفیکا پرتغال رو داره. 34 ساله است و 2 میلیون یورو قیمت گذاری شده. آخرین وضعیت ریکاردو آلوز. باشگاه تراکتور امسال تقریباً همه سهمیه‌های خارجی خودش رو پر کرده و عملاً دیگه جایی برای ریکاردو آلوز باقی نمیمونه. مدیران باشگاه بعد از جدایی عارف قاسی و انتقال جنجالی آلوز به سپاهان سراغ خریدهای جدید رفتن، از جمله الکساندر سدلار، تیبور هلیلوویچ، هامرو بوکوف و چند بازیکن دیگه. حالا هم دروازه‌بان رومانیایی لورنسو پوپسکو و هافبک رگیش لوشیکا در آستانه پیوستن به تیمن. این یعنی لیست خارجی‌های تراکتور کاملاً پر شده و باشگاه فقط دنبال شکایت قضایی از آلوز و سپاهانه. تراکتوریا معتقدن سپاهان بازیکن تحت قراردادشون رو اغوا کرده و به همین خاطر پرونده شکایت رو به جریان انداختن. اگه حکم به نفع تراکتور صادر بشه ممکنه آلوز با محرومیت 4 ماهه و جریمه سنگین روبرو بشه و سپاهان هم خطر محرومیت از 2 پنجره نقل و انتقالاتی رو داشته باشه. عملکرد رضا درویش در پرسپولیس از روزهای روشن تا حیا کن رها کن. رضا درویش حدود 1300 روز مدیرعامل پرسپولیسه. تو این مدت جام‌های مهمی مثل لیگ، حذفی و سوپر جام رو آورده. اما بزرگترین ضعفش بی‌ثباتی روی نیمکت تیم بوده. پرسپولیس فقط در همین چند سال اخیر با یحیی گل محمدی، اسمار ویرا، گاریدو، کریم باقری، اسماعیل کارتال و حالا هم وحید هاشمیان کار کرده و همین نشون میده مدیریت باشگاه تو بخش فنی ثباتی نداشته. فصل گذشته بدترین سال پرسپولیس تو دوران اخیر بود. بدون جام، بدون سهمیه آسیایی، حتی حذف از سوپر جام. به همین خاطر درویش تصمیم گرفت سریع وارد بازار نقل و انتقالات بشه. خرید تیوی بیفوما شروع کار بود و بعد بازیکنای دیگه مثل مجتبی فخریان، رضا شکاری و پیام نیازمند اضافه شدن. درویش حتی مراسم رونمایی برای بازیکن‌ها برگزار کرد و خودش رو به عنوان مدیر موفق نشون داد. او هم در شرایطی که هواداری استقلال علیه مدیریت باشگاهشون شوریده بودن. اما همه چی برعکس شد. پروژه انتخاب سرمربی شکست خورد و تیم به وحید هاشمیان رسید که تجربه زیادی نداره. ولی زمان مشخص میکنه انتخاب کادر فنی جدید پرسپولیس خوب بوده یا نه. قضاوت درباره هاشمیان و کادرش واقعا زوده و هر گونه انتقادی از اون واقعا بی‌انصافیه. اما چند تا پست کلیدی مثل دفاع میانی، دفاع چپ و مهاجم هدف خالی موند. استقلالیا بازیکنای خارجی مطرح جذب کردن ولی پرسپولیس فقط روی نام‌های مثل سرژوری مان افتاد. حالا مشکل بزرگتر شده. اوریه که به عنوان بزرگترین خرید تاریخ لیگ معرفی شد به هپاتیت ب مبتلاست. موضوعی که نشون میده تیم پزشکی باشگاه و شخص درویش چند اندازه در مدیریت بحران ضعیف عمل کردن. از طرف دیگه فسخ پردردسر بازیکنای مثل سعید مهری و سردار درسون یا کنار گذاشتن وحید امیری بدون توافق شرایط رو برای هوادارا غیر قابل قبول کرده. بازیکنی بیاری عملکردش با یه بیماری مثلا بالا بره یا پایین بره به اونا ربطی نداره. اونا میگن که آیا امکان ابتلای به این بیماری در واقع اینکه مصری باشه و بقیه مبتلا بشن بهش وجود داره یا نه. خب در مورد هپاتیت بی ظاهرا خیلی نیست، منتها از یک طریقایی چرا مثلا
از طریق بزاق دهن و اینا احتمالش هستش که خب حالا مثلا باید ببینی آیا این توی تیم باشه این خطر وجود داره هم تیمیاش مبتلا بشن. آره بستگی به نوع هپاتیت داره. ولی چیز دیگه که مهمتر از همه اینا هستش اینه که جزء اصول خیلی ابتدایی محرمانگی در واقع وضعیت بازیکناست که اینجا زیر سوال رفته. من باورم نمیشه سازمان لیگ اومده گفته این بازیکن هپاتیت داره. اصلا اگه مریضم باشه شما یه نامه‌ای میدید به باشگاه و میگید آقا این بازیکنتون اینجوریه و چجوری به خودتون اجازه دادید اومدید بیماری بازیکنی رو رسانه‌ای کردید. خود آقای کشوریفر گفت دیگه درسته؟ یعنی اگر به نظرم الان باشگاه پرسپولیس و این بازیکن برن شکایت کنن احتمالاً ایشون محکوم خواهد شد. هیچ وقت هیچ جا به تو همچین اجازه نمیده که بیای. این جزء اسرار دیگه، اسرار پزشکی یه نفر دیگه. و خب سوالی که ایجاد میشه که کمیته انضباطی چرا غالبا یه ایف مارکی هست، کمیته پزشکی کارت بازیش هم سازمان لیگ باید تایید کنه که بر اساس قوانین میتونه بازی کنه یا نه. بعد متن خبر جالبه، تیم پزشکی باشگاه پرسپولیس و نماینده ایف مارک در کمیته انضباطی فدراسیون حاضر میشن. یعنی به نظر میرسه که این دو تا مجموعه الان با هم اختلاف نظر دارن و از هم شکایت کردن. کار به اینجاست که نه همدیگر قبول ندارن، چون بحث پزشکی باشه که قاضی که نباید تعیین کنه که باید بره یک کمیسیون مستقل پزشکی. به نظر میرسه که در مورد من تا شنیدم پرسپولیس مدعی ان که به 3 نفر متخصص از جمله خانم مینو مهرز دادن و گفته که ایرادی نداره، مشکلی برای بازی کردن نداره و ظاهرا سازمان لیگ هم جداگانه فرستاده برای کسایی که اونام چیزی که من شنیدم اونام تایید دادن برای بازی. نتیجه اینه که پرسپولیس نه لیست متوازن داره، نه جای خالیا پر شدن و نه خریدای بزرگ جواب دادن. حالا دوباره شعار حیا کن رها کن علیه درویش روی سکوها شنیده میشه و خیلی‌ها معتقدن شاید قبل از رسیدن به 1400 روز مدیریتش جایگاهش رو از دست بده. اگه به تو میگفتن تصمیم نهایی رو بگیری چی میگفتی؟ درویش بره یا بمونه؟ مشکل آقای اوری هم داره حل میشه و چجوری؟ به نظر من حالا با توجه به نظرات حالا کارشناسون با از روز اول باشگاه پرسپولیس تو هماهنگی با سازمان لیگ و ایف مارک پرونده ایشون رو دارن میبرن جلو و مشکل خاصی این درسته که بدون تست پزشکی با قرارداد بستید با بازیکن؟ جانتون بی بلا. میگم این درسته که البته این که درسته، من دارم سوال پرسم میخوام برم سراغ یه سوال دیگه. میگم اینجوری بذارید بگم چرا با اوریه بدون تست پزشکی قرارداد بسته باشگاه؟ همه بازیکنان اتفاق میفته آقای توتونچی. یعنی فقط الان اینجوری نیست که من اصلا فکر کنید که فقط باشگاه الان مثلا بازیکنای دیگه قرارداد بسته شده باشون، تیم‌های دیگه امروز بازیکن آوردن، دیروز بازیکن، الان اصلا تست دادن بعد قرارداد بستن. نه اونا رو که بعد از خودشون بپرسید، ولی مشخصا در مورد اوریه که این اتفاق افتاده تازه ایشون بازیکنی بوده که اومده توی ترکیه تست داده، حالا از لحاظ فنی بدنی و اومده تهران هم بالاخره یه تستی داده و روالش طی شده. آخه من این نکته رو الان به نظر کارشناسان متخصص اعلام کردن که ایشون هیچ مشکلی نداره و منعی برای بازی نداره. الان به باشگاه پیگیره، مشکلش انشالله حل میشه و میتونه. آخه نکتهش اینه که پیش گفتن میخوام توی 15 روز چه اتفاقی افتاده تو باشگاه برای حل این مشکل؟ ببینید طبق قوانین و مقررات و طبق پروتکل اصلا اسم آوردن آقای توتونچی جرمه. اصلا ما یکی دیگه از سوالاتمون هم همین بود. اصلا کی از کجا درس کرده اسم اوریه؟ اون یکی دو روز اسم آوردن از کجا درس کرده آقای لشکری؟ بالاخره مشخصه دیگه، شما بریم ببینید از کجا اسمش در اومد دیگه. و اصلا نباید اگه مشخص بود که من نمیپرسیدم. من میگم اگه شما میدونید از کجا در اومده بگید آقا. اسم بالاخره حالا دیگه ما داریم بالاخره تدبیر میکنیم این موضوع رو حلش بکنیم. خیلی دوستان شاید دوست داشته باشن این بحث‌های وارد جنگ و دعوای حاشیه بشه، ولی باشگاه پرسپولیس نمیخواد، میخواد در آرامش و در خفا این موضوع حل بشه و این پرونده هیچ مشکل خاصی نداره. خب دوستان به پایان خبرها رسیدیم. خیلی ممنون که مثل همیشه تا انتها با ما همراه بودید. حتما کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و کامنت بذارید و اگه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید یا زنگوله رو فعال نکردید حتما همین الان این کار رو انجام بدید. خدا نگهدار.